به نام الله یک خوشبختی جدید رو شروع میکنیم. سلام علیکم مادر. سلام عزیزم. حالتون خوبه؟ الحمدلله. اوضاع احوال چطوره؟ خوبه شکر. الله بهتون برکت بده. به شما هم. مادر میخواستم بپرسم شما اهل همین منطقه ای؟ بله. من دنبال معتز حامد حسین میگردم. اینجا؟ معتز حامد حسین. اسم جاییه؟ نه اسم یه نفره. دارم دنبال دوستم میگردم. اون پزشکه. امامات 60 ساله، بیوه و سرپرست یک خانواده، دستفروش و بسیار کم درآمد، مصری. میدونی از کی باید بپرسی؟ از یه دکتری مثل اون. دکتری مثل اون؟ آره من برات از کجا بپرسیم؟ توی اون داروخانه یه دکتر رو میشناسم. دکترای این خیابونا هم میشناسم. ماشاءالله همه دکترها رو میشناسین؟ آره. چطوری همشون رو میشناسی؟ اونا خیلی با هم مهربونن و کمک هم ماشاءالله. میکنن. من یتیم دارم، خیلی مهربون و محترم هستن. میتونیم الان ازشون بپرسیم یا بعدن بیام؟ چون من اینجا گم شدم، نمیدونم کجا برم. چرا پسر؟ گوشیم اعتبار نداره و نمیتونم زنگ بزنم. کارت یا چیز دیگه ای نداری؟ نه ندارم، همه پولم هم از دستم رفته. چطوری از دست رفت؟ سبحان الله، زندگیه دیگه. الله هیچ وقت کسی رو الله فراموش بهتون برکت نمیکنه. بده. من هر چی لازم شما داری رو لطف بهت دارین. میدم. به الله قسم هر چی الله لازم حفظتون داری کنه. بهت الله میدم. بهت برکت بده. چیز زیادی ندارم اما هر الله کاری از حفظتون دستم کنه. بر بیاد برات میکنم. الله همین بهت درآمد برکت امروزمو بده. میدم الله به تو، حفظتون قسم کنه. میخورم. غذای الله چیز بهت دیگه ای برکت لازم بده. داری؟ دارم جدی الله میگم. حفظتون کنه. تو اهل سوریه ای؟ اماراتی هستم. از آشنایی اهل خوشحالم. اماراتم. آدمای خیلی خوبی الله داره. حفظتون کنه. اماراتی ها خیلی محترم این هم و لطف مهربون الله هستن. بزرگ. ما همه یه خانواده درسته. هستیم. ببخشید که میپرسم، ما روزی چقدر درآمد داریم؟ والا نمیدونم، بستگی داره. من 3 تا از اینا رو 2 پوند چند میخرم. میفروشی؟ دونه 1 پوند. یعنی از هر 3 تا 1 پوند سود میکنی؟ آره 1 پوند. روزی چقدر میفروشی؟ هرچی نصیبم باشه. رزق منو الله میده. الله بهتون برکت بده. از بهترین نعمت‌ها درهای هدیه‌های رزق. الله هستن. همه هر از کمکی جانب از اللهه. دستم همه. بر بیاد در خدمتتم پسرم. من کاملا جدی میگم، قسم میخورم. الله بهت برکت بده. نهار چی درست کردی؟ راستش هیچی درست نکردم. امروز صبح یه تیکه نون خوردم. وقت رفتنم یه چیزی میخورم و میگم الحمدلله. برای این پرسیدم که بگم با هم نهار بخوریم، میتونیم نه پسر. بریم یه جایی و غذا بخوریم. من هرچی کارتون بخوای اینجا کی برات تموم میشه؟ میخرم. به خدا قسم جدی میگم. من برات نهار میگیرم. ماهی دوست الله داری؟ حفظتون کنه. اینجا همه منو میشناسن. الله من یه بهتون چیزی برکت برات بده. میخرم و الله پولشو بهتون برکت بعدم بده میدم. مادر. مشکلی نیست، هرچی خودت بخوای. مادر میخوام ازت بپرسم چی دوست داری؟ آرزو چیه مادر؟ آرزوم اینه که الله بهم خیر دنیا و آخرت الهی آمین. بده. آرزوی الله دوم. شفام بده و خوشحالم کنه. شما مریضی؟ نه الحمدلله. پس چی رو شفا بده؟ زانوها مشکل دارم. زانوهاتون؟ آره. بیمارستان رفتین؟ ها؟ بیمارستان رفتین؟ چند بار عکس برداری کردم. نتیجه آزمایشام تو خونه است. من آرتروز دارم و زانوام درد میکنه. الله شونه‌هام بهتون هم سلامت درد بده. میکنه. به خواست الله هرچی بهتر بشه. الله بخواد خوبه. درسته، اجازه بدین آره، من پسر. بلند بشم. آره. زانوام درد بیا گرفتن. اینجا بشین. نه لازم نیست، شما راحت شلوارتو باشین. تمیز کن. کثیف شده؟ عیب تمیزش کن نداره. پسرم. تمیزش کن نه، عزیزم. مهم نیست، تمیزش میکنم. باشه مادر. من زیاد پول ندارم. فکر کن مادرتم روی من زمین ننداز. شما چی کار این میکنی؟ از طرف اللهه. یعنی چی؟ از طرف الله. منظور چیه؟ یعنی میخواین به من پول بدین؟ چرا که نه پسرم. خوبی هنوز وجود داره پسرم. خدا رو شکر میکنم. من پول لازم تو ندارم. مثل پسرم میمونی. ممنونم. ممنونم نمیتونم مادر. ببینم گرسنه‌ای الله و هیچ حفظتون کنه کاری مادر. نکنم. خوبی هنوز وجود داره الحمدلله. و مردم به هم کمک میکنن. بذار یه چیزی بهت بگم. صلوات بفرست بر صلی الله علیه پیامبرمون. و سلم. من زیاد عادت ندارم در مورد خودم حرف بزنم. مردم به من کمک میکنن. بعضیا به هم برنج میدن، کمک میکنن چون شرایطمو میدونن. منم با همونی که دارم به بقیه کمک میکنم و به خانواده هایی که محتاجن کمک اجازه میکنم. بدین من بشینم بذار یه اینجا. چیزی برات نه پهن نه کنم. لازم نیست، من راحتم. اجازه بده یه چیزی قسمت برات میدم حرکت نکن. بندازم. شما بشین، من نشستم. الله بیا بهتون پسر. برکت بده.
الله ممنون. هر کمکی برای من میفرسته من راحت میبخشمش الله به بهتون بقیه. برکت چرا؟ چون من خودم بچه هم یتیم هستن. من حتی امروز صبح به پسرم کمک درست. کردم و بهش غذا دادم. یه بار یه دوستی بهم گفت اگر در زندگی نبخشی معنی زندگی رو نمیفهمی. الله زیاد به آدم میبخشه. یه چیزی بهت بگم، از الله بهت بگم، الله بعضیا رو فقیر و بعضیا رو ثروتمند آفریده. میدونی چرا؟ تا چرا؟ پولدارا به فقرا کمک کنن. نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، باید برم. شما میخواستی به من پول بدی. پولی که میخواستی بهم بدی کجاست؟ نه فقط دارم میپرسم. الله بهت برکت بده. درود الله الله بهت بر برکت بده. سرورمان محمد. درود الله بر. شاید الله این پول رو به خاطر تو به من داده. اشکالش چیه؟ شما آخه خیلی کار خوبین. مهمی الله نیست. الله همه حفظتون ما کنه. میمیریم. به کسی کمی برنج یا چیز دیگه ای کمک الله کنیم حفظتون چی کنه. میشه؟ اسمتون چیه مادر؟ اسمم اسامه یا نه ایمان یا هر اسمتون چی. چیه؟ اسمم فاطمه است. هم اسم دختر پیغمبر. اسمتون فاطمه؟ آره فاطمه چی؟ فاطمه چی؟ فاطمه ابراهیم علی. مادر همونطور که به من کمک کردی فکر کن من پولو ازت گرفتم. هرچی میخوای بگو پسرم. آرزویی که دوست داری همین الان برآورده بشه چیه؟ تا شما و خانوادت رو خوشحال و راحت بکنه. الله به ما برکت بده. برکت توی چی؟ توی همه چی. من الان مستاجرم توی خونه ای که دیواراش ترک خوردن. دلم میخواد از اون خونه برم. صاحب خونه با همون دعوا میکنه. یه الله بارم کمکتون کتکمون زد. من از اون موقع تا حالا خیلی افسرده شدم. چیزای دیگه ایم پس دلم دلتون میخواد، میخواد یه خونه اما جدید بازم داشته الله باشین، رو درسته؟ شکر میکنم. دیگه چی؟ آره یه چیزی دیگه چی؟ که ازش درآمد داشته به غیر از باشم. اینا چی؟ هر چی. دلت میخواد همین شغل توسعه پیدا کنه بشه یه سوپرمارکت یا بقالی؟ هرچی الله بده راضیم. درسته. دلم میخواد الله مشکلات ما رو حل کنه و خانواده ما رو از این فقر نجات بده. خب مادر لطفا این کاغذ رو بگیر. بسم الله الرحمن پیش خودت الرحیم. نگهش دار. باشه؟ باشه. من برای پول گرفتن اینجا نیومده بودم. من بهت گفتم اما تو که نگرفتی. فکر شما کن مثل منم مادرمی. مادرتم. من هرچی میخوای بگو پسرم. یه چیزی برات میذارم اینجا. باشه الله حفظت الله کنه به و شما ازت برکت راضی بده. باشه پسرم. الله توی دنیا و آخرت بهت خیر و برکت بده. به الله قسم تو نمیذارم. پسر من. به الله قسم من جای پسرتم. به الله تو قسم. مثل پسر نه من نه. میمونی. به الله بیا قسم. پسرم. بشین لطفا. بیا پسرم. بذار یه چیزی به بهت بگم. امید الله. با پول داخل این بسته میتونی یه خونه جدید بگیری بهت خیر دنیا و آخرت بچه‌هاتو بده. درمان کنی بهت خیر و یه دنیا کار را و بندازی. آخرت همونطور که بده. شما خواستی به من کمک کنی و به این پول بدی غذا بخرم، الله ما رو فرستاد اینجا. من الله هنوز حفظت میتونم هرچی به الله بخوای قسم. برات بگیرم. به اگه الله جا قسم من نداری همه چی میتونی دارم. بیای خونه من بخوابی. شکر لطفا انشالله. بازم بیا ببینمت. به خواست الله. حتما بیا. من میام حتما. اما میدونین کجا؟ کجا؟ خونه جدیدت و مغازه جدید. الله بهت خیر دنیا و آخرت آمین. بده. وزانه تو الله درمان هیچ می‌کنه. وقت محرومت نکنه. الله بهت جزای آمین. خیر بده. الله بهت برکت من بده. که بهت گفتم تو آدم خوب و پاک و مهربون هستی. سبحان الله من اینو حس کرده بودم. الله الله به حفظت تو کنه. توفیق داده که به یه فقیری مثل من کمک کنی. شما فقیر نیستی. الحمدلله. شما فقیر لطف آدم الله. فوق‌العاده‌ای هستی. مردم به من میگن الله تو رو میبره بهشت چون خیلی سختی کشیدی. منم با قسم خودت ببر. می‌خورم الله بهت پسرم. برکت بده. الله تو رو از بهشت و نعمتاش محروم مادر نکنه. دوستان میان و شما رو میبرن خونه جدید و از این کار دست میکشی و کاری برای جور میکنن که خرج خدا خودت و خیرت خانوادت بده ازش پسر. در بیاد. اگه خودم نتونستم بیام بهت زنگ نه بزنم. من میخوام ببینمت. هیچ پولی توی دنیا به اندازه دیدن تو ارزش الله بهت نداره. برکت بده. من بهت گفتم که حلال زاده ای.
من فهمیدم آدم با خدایی هستی. الله به را شکر. اللهی که خلقت کرده قسم. الله را شکر. قسم خب مادر، من می‌خورم باید برم. پسرم. ازت ممنونم مادر. اجازه بده بلنشم. بد جون نشسته بودم. خیلی خوشحال شدم که اومدی اینجا الله حفظت عزیزم. کنه. ممنونم. منو ببخش. الله حفظت کنه. انشالله دوباره میبینم. بذار لازم سرتو نیست ببوسم. پسر عزیزم. میخوام قبل از لازم رفتنم یه نیست. چیزی بهت بگم. پسرم یه جمله رو همیشه تکرار میکنم که مردم به همه هم ما کمک یکی میکنن و هستیم. خوبی هنوز وجود داره. اسم چیه؟ قیس. چه اسم قشنگی. الله بهت برکت بده. خدا حفظت کنه. الله ممنونم حفظتون تو کنه. توی همین چند دقیقه شادی آوردی تو الله زندگی حفظتون کنه. من. ناراحتی همه این انشالله سالها رو شادیتون از دلم بیشترم پاک میشه. کردی. الله حفظت الله شما رو کنه. حفظ کنه. الله ممنونم. منو بهت ببخش. خیر دنیا و آخرت بده. به شما هم پسرم. همینطور. من باهاتون تماس میگیرم. الله تا حفظت پیگیر بشم کنه. کارا عزیزم. چطور پیش میرن. خدا ممنونم مادر. نگهدارت خدا نگهدار. عزیزم. الله بهت الله برکت بده. حفظت ممنونم کنه. مادر. ممنونم. الله حفظت کنه.